هیچ وقت هیچ رازی رو به همسرت نگو، چون منجر به خیانت همسر و فروپاشی زندگی میشه. اروپایی‌ها یک اصطلاحی دارن که میگویند چرخ راه رو اختراع نکن، چرا که خیلی وقت پیش اختراع شده است. توی دنیای امروز اگه قرار باشه همه چیز رو از نو تجربه کنیم، ما رو به عقب میندازه. به قول معروف برای اینکه بفهمیم یک کوه چقدر بلنده، نیازی نیست از اون بالا بری. اگر فقط کمی باهوش باشی، از تجربه دیگران استفاده کنی، میتونیم خودمون رو خیلی جلو بندازیم. مشکلات زناشویی قطعاً یکی دوتا نیستن و رابطه بدون مشکل هم وجود نداره. اما خیلی از اختلافات سر این پیش میاد که نمیدونیم چه چیزهایی رو به همسرمون بگیم و چه چیزهایی رو ازش پنهان کنیم. امروز میخوایم با توجه به سخنان بزرگانی همچون نیچه، جورج برنارد شو، چارلی چاپلین به بررسی این موضوع بپردازیم. سلام، سیاوش موسوی هستم. به ویدیو ذهن ترند خوش اومد. صادق بودن همه جا هم خوب نیست و گاهی وقتها میتونه شما رو به دردسر بندازه. و در کل چرا تأکید میشه که نباید همه چیز رو به شریک زندگیمون بگیم؟ اغلب اوقات به جای اینکه بیشتر به همسرمون اهمیت بدیم یا برای حل مشکلی با همدیگه گفتگو کنیم، تنها به درست بودن یا نادرست بودن حرفایی که میخوایم بزنیم توجه میکنیم. شاید برای شما حتی این مشکل به وجود بیاد که خیلی مشغول فکر کردن گذشته هستید که در اون رازهایی وجود داره. همسرتون از وجود اون رازها کاملا بیخبره. در چنین مواقعی این موضوع کاملا عادیه که از صادق بودن خود احساس امنیت داشته باشید. فریدریش نیچه یک جمله معروف داره که میگه هنگام ازدواج از خود این سوال را بپرسید: آیا باور داری که قادر خواهی بود تا سنین پیری خود با این شخص به خوبی صحبت کنی؟ در این مواقع بهتر قبل از اینکه تصمیم بگیریم همه چیز رو به همسرمون بگیم، کمی در مورد این سوالات فکر کنیم و این سوالات که الان میگم رو قطعاً باید بررسی کنید. همسرتون از نظر شخصیتی چگونه فردی است؟ آیا با شنیدن حرفهای شما رفتارهای غیر منطقی از خود نشان میدهد؟ آیا گفتن آنچه در گذشته وجود داشته الزامی است؟ اگر همه چیز را از گذشته خود به وی نگویید، آیا در زندگیتان مشکل ایجاد می شود؟ شرایط زندگی کنونیتان به چه صورت است؟ آیا رابطه گرم و صمیمانه‌ای با همسرتان دارید و یا اینکه در مرحله تنش به سر میبرید؟ تمام این سوالات رو پیش از آن که بخوایم اسرار مربوطه به پیش از زمان زندگی خودمان را به همسرمان بگوییم، باید مد نظر قرار بدهیم. بهتره بدون پیش زمینه و آگاهی در این مورد تصمیم برای صحبت کردن با شریک زندگیمون در رابطه با اون چی که تاکنون نمیدونسته نگیریم. فراموش نکنید برای اینکه هر رابطه سالم بمونه و پیشرفت بکنه، باید مرزهایی برای اون تعریف بشه و هر دو طرف باید به این مرزها احترام بگذارن. خیلی از کارشناسان رابطه معتقدند که صداقت کامل همیشه بهترین سیاست نیست. از نظر اونها اگر بخوام یک سری اطلاعات رو بدیم که هیچ هدف واقعی رو دنبال نمیکنه یا باعث جریحه دار شدن احساسات طرف مقابل میشه، در کل ارزش گفتن نداره و بهتر از ترفند همیشگی و کارسازمون استفاده کنیم، یعنی سکوت. و اما اولین چیزی که میخوایم بهش اشاره کنیم مفهوم عزت نفسه. چیزی که اگر درون خودمون حسابی رشدش نداده باشیم، ممکنه به مرور زمان و عادی شدن زندگی با همسرتون کم رنگ بشه و حتی از بین بره. هیچ وقت جلوی همسرتون بی عزت نفس حاضر نشید. یکی از نشانه‌های کمبود عزت نفس این است که نسبت به علاقه همسرتون یا معشوقتون دچار تردید بشید. این کمبود عزت نفس خیلی وقتا باعث میشه که فرد خود واقعیشو نپذیره و دائم سعی در تغییر ظاهر خودش داشته باشه. جورج برنارد شو یک جمله‌ای داره که کاملا دو تا مفهوم بسیار مهم رو نشون میده. او میگوید زن زشت در دنیا وجود ندارد، فقط برخی از زنان هستند که نمیتوانند خود را زیبا جلوه دهند. ظاهر این جمله که مشخصه منظورش چیه، اما واقعا ظاهر این جمله مهم نیست. چیزی که بسیار مهمه مفهوم اونه. در اینجا مفاهیمی گفته شده که در اصل داره به عزت نفس میپردازه و جورج برنارد شو اعتقاد داشت که انسان‌ها همشون عزت نفس دارن، ولی بعضی‌هاشون نمیدونن چطور از اون استفاده کنن. حالا راه حل چیه؟ جوابش خیلی ساده است. سعی کنید بعد از این نقص‌های خودتون رو چه ظاهری و چه ذهنی به زبون نیارید. این مسئله رو با رک بودن اشتباه نگیرید. و امیدوارم شما هم در رابطه هاتون خیلی محترمانه، صادقانه با هم صحبت کنید.
ولی سیاست گفتن هر رازی رو هیچ وقت جلوی همسرتون فاش نکنید.